تسنیم حسنی 11 ساله و اویلش یک سال پیش از روستای در شهر ادلیب گریختند چون نیروهای حکومتی این تکیهگاه آخرین مخالفان را بمباران کردند. حالا اینجا 23% اهالی 17.5 میلیون نفری سوریه زندگی می‌کند. آنها 8 اردوگاه را گشتند تا جای برای اقامت یابند. دیگر اردوگاه‌ها جای درست و آب نداشتند. منتظر می‌شدند باران بارد تا برای پخت و پز و نوشیدن آب بگیرند. در نهایت اردوگاه با آبی درست و کمک‌های بشری یافتند، ولی کمک‌ها حالا بسیار کم شدند. آنها گاهی وسایل بهداشتی می‌دهند، ولی به ما لازم نیست. ما برای کودکان پامپرس و شیر و خوراک احتیاج داریم. ما خوردن می‌خواهیم. 2 ماه باز است کمک غذایی ندادند. تسنیم زمانی پیش از جنگ را در یاد ندارد، ولی یادش هست که تقا مادر کلان 2 پسر خاله دوستان عائله و حالا امیدش را از دست داده است. من آرزو داشتم که به دهه برگردم و شاد زندگی کنیم. پیش از آن بود که خانه ما را ویران کردند، ولی آرزوی پوچ است چون همه چیز همین گونه خواهد ماند. او میگوید وقتی به روستا حمله کردند پدرش را یکی از اختیاریان گروه نجات بخشان کلاه سفیدان نجات داد. این گروه در مناطق زیر نظارت مخالفان فعالیت میکند. ابراهیم محمد از سال 2014 در گروه کلاه سفیدان کار میکند و میگوید از زیر خانه‌های بمباران شده مرده و زنده های بیشماری را بیرون کشیده است. مثل هموطنان زیادی دیگرش از خانه محروم شد ولی ناامید نشده است. ما در شمال با آزادی، شرف و در سرزمین خود زندگی میکنیم. مردم زیادی را تلف دادیم. از هر عائله 1 نفر هلاک شده است. جنگ در بسیاری از مناطق سوریه به پایان رسیده است و تحلیلگران رئیس جمهور بشار اسد را غالب این جنگ مینامند. اما گروه‌های اسیانگر شهر ادلیب و اطرافیان را در دست دارند و بسیاری از مردم محلی میگویند با جای زیستن در منطقه‌های زیر نظر حکومت به فرار یا مبارزه برتری می‌دهند. جنگ در سوریه با گذشت 10 سال از آغازیان با درگیری‌های پراکنده و بحران بشری خاتمه نیافته است.